سلام بچه ها، چطوری؟ من مستر جلو هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید از چنل. بچه ها امروز داخل این ویدیو اومدیم که ستای جدیدی که حالا بویاپس و اینا حالتاً در ویدیو اخیر میاد. حالا این ستا میاد، امروز اومدیم که اونا رو بهتون نشون بدم چه ستایی میاد، حالا چه اونایی که میاد بهتون آموزشون میدم. حالا بچه ها میام توی ویسلیشمون. بچه ها قرار این پیرهنه بیاد. این پیرهنه خوشگله، بدی نیست. این دمسه حالا P90 لولی قراری که بیاد. 2 دمج و یه ریت آف فایر داره. این یخه یخ خیلی خوشگله، ببینید خیلی خوشگله. اینم ست بندیت سفید و طلایی. حالا این کارتش اگه گرفتید، این کارتشه. دنسشه، همه خیلی خوشگله. این ست بندیت سفید و طلایی. حالا این دنس چیز گیلده. حالا من توی گیلد نیستم، دنس پرچم تمام نشدونیه، اسم گیلدتون میاره. حالا این دنس بویاپسه. این دنس بندیت طلایی خیلی خوشگله. این دستم فکر کنم اینم برای اون باشه. اینم برای گان لولیه. حالا توی خودتونم میتونید در بخش گان لولی ها ببینید. حالا این دنس مثلا الان شما الان من 471 روز داخل گیم بودم، یعنی الان برای شما میاد. این دنسی هست، اینم یه دنسی هست جغد روی دستت. اینم میگه اجازه هست، بعد میزی میافته. حالا یه دونه از این دست ها هست تمام نشدنیه. این ست خیلی خوشگله. فکر کنم این برای بویاپس بشه بچه ها. فکر کنم این برای بویاپس، نمیدونم، شاید برای اون باشه، شاید برای اونم نباشه. حالا از اینجا به بعد همشون ستای بویاپسن. خیلی خوشگله. این خیلی اصلا برای بویاپس رشته میبینید، خیلی خوشگله آجی. اینم ست دختره برای بویاپسه. اینم برای بویاپسه. این بالا تنشه، پایین تنه، کفششه، ماسکشه و کلاهش. اینم ست دختره برای بویاپسه. اینم برای بویاپسه. ست مرده. اینم برای بویاپسه. خیلی خوشگله. اینم خوشگله. این دست بالا همینی که گفتم برای بویاپسه، برای این ست هست. اینم اینم لود نمیشه. حالا این ست فوتبالی قراره بیاد. کفش برزیلی هم هست باش. حالا شاید این داخل آفر بیاد، نمیدونم. اینم ست از این ست. بعد هشم خودتون میبینید دیگه. من سری میزنم تا ویدیو خیلی طولانی نشه. این فکر کنیم استفراغه بالا میار. اینا هم ست اسکوید گیم خیلی خوشگلن. خیلی اصلا خیلی زده ست چیزه اسکوید گیمه. 2 تا هست ست اسکوید گیم. بعد این آواتارشه.
این ست 456 همینی که نمیدونم یکی بود یا آقای بود اسمش یادم رفت. این ستا اینم خوشگله، خیلی خوشگله. اینم دنساشه. حالا این روی موتوره، این روی ماشینه. حالا این نه این نیست. اینم دست این ستای فوتبالی میگم دست چرا زبونم گرفته میشه. اینا ستای فوتبال خیلی خوشگله، مخصوصا اینایی که رو دستشون یه چیز سفیدی هست. خب آقا این بود از این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بچه ها راستی لایک اینا نمی کنید. من به خاطر شما این ویدیو رو میذارم، شما هیچ لایکی نمی کنید. امیدوارم آقا از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، فعلا بای.